سلام و خوش اومدین به داستان‌های خواب. من معصومه هستم و امشب راهنمای شما خواهم بود تا سفری به یونان باستان داشته باشیم، جایی که الهه عشق و زیبایی آفرودیته رو دنبال می‌کنیم که در جهانی جادویی دنبال عشق می‌گرده. عزیزای دلم، من خودم این داستان رو خیلی دوست دارم. امیدوارم شما هم خوشتون بیاد، ولی مجبور شید برای فهمیدن آخرش چند بار بیاین سراغش، چون احتمالاً همون وسطا خوابتون برده. و یه چیز دیگه این که من تن‌آرامی اول داستان رو براتون روی ویدیو جدا میکنم. اگه میخواین فقط داستان رو بشنوید میتونید مستقیم برید سراغ داستان. خب حالا بیاین یه لحظه آروم بشین و در جایی که هستین حالا و اینجا آرامش و قرار پیدا کنیم. چشماتو ببند، انگار بدنت اجازه پیدا کرده یه آواز آروم بخونه. تو روی یه تشک نرم دراز کشیدی. به خودت اجازه بده درون فرو بری و راحتی واقعی رو تجربه کنی. راحتی که تنها با رها کردن بدنت در حالت استراحت با چشمای بسته و بدنی که به تدریج آرومتر و آرومتر میشه اتفاق میفته. میخوام با من چیزی رو تصور کنی. زیر یه درخت زیبا و باستانی سیب در میدونی پر از چمن و گلهای وحشی دراز کشیدی. زمستون به پایان میرسه و هوا بوی بهاری رو میده که هنوز در آستانه وروده. چمنها خیلی سبزن و شاخه‌های بالای سر شما پر از سیب‌های نارس شدن. صدای طبیعت رو میتونی اطراف خودت بشنوی. گنجشکا که ملودیاشون رو در هوای ظهر میخونن و کبوترها که در شاخه‌های بالای سر شما میپرن. میتونی گرمای خورشید رو حس کنی که از بین شاخه‌ها نفوذ میکنه و باد به آرومی نور طلایی گرم رو صورتت میکشه. تو این گرما حس میکنی که فکت آروم میشه، شونه‌هات از گوشات فاصله میگیرن و زبانت از جایی که روی سقف دهان فشرده بود رها میشه. هر فکری که در ذهنت داشته میچرخیده مثل یه تیکه نخ که باز میشه ازت دور میشه و ذهنتو آروم و قابل مدیریت میکنه. به تدریج شاخه ها دوباره تکون میخورن و نور رو روی سینه
و بازوی تو میتابونند. پرتوهای نرم نور که این گرما رو منتقل میکنن احساس فشار رو از بین میبرن و هر تنشی که در بازوها داشتی ناپدید میشه. دستات به آرومی باز میشن و در موقعیتی راحت و آروم قرار میگیرن. شونه‌هات کاملا در سطح نرم زیرت فرو میرن و هر فشار یا تنشی که در سینت احساس میکردی باز میشه. تو رو سبکتر از هر زمان دیگه‌ای قرار میده. بعد نور آرومی به بدن و پاهات میتابه. هنوز میتونی صدای تکون خوردن برگ ها رو بشنوی. گرمای خورشید رو روی پاهات حس میکنی. وزن پاهات دیگه متعلق به تو نیست. اونا به آرومی و به تدریج عمیق‌تر و عمیق‌تر در سطح زیرت فرو میرن تا به حالتی کامل از راحتی برسن. بدن تو تجدید شده و ذهن تو از همه روزای قبل پاک شده. تو به سادگی برای مدت طولانی زیر آفتاب دراز کشیدی. سمفونی برگ ها و چمن فضایی ایجاد می کنن که هرگز نمیخوای ترکش کنی. عطر سیب های شیرین در اطرافت میرقصن. با چشمای هنوز بسته و بدنی که هر ثانیه آرومتر و آرومتر میشه، سفرمون به یونان باستان رو آغاز میکنی. جایی که داستان ما شروع میشه در آبهای ساحلی شگفت‌انگیز. ابتدای عصر آفرینش بود. جهان هنوز تازه و وحشی بود. با غارها، دریاچه‌ها و جنگل‌هایی که برای کشف بودند. بین تایتان‌ها یعنی خدایان قدیمی و خدایان جدید جنگی رخ داد و در نهایت خدایان پیروز شدند و تایتان ها شکست خوردند. در این نبرد بزرگ تایتان اورانوس به آبهای گرم و زیبای ساحلی قبرس پرتاب شد. آبهای جهان در کنار ساحل مثل یه موزاییک آبی و سفید شدند و نورهای مختلفی که بر اونا افتاده بود درخشش عظیمی رو ایجاد کرده بود. در یه روز طوفانی در ساحل چند نفر از اونا چیز عجیب و آشنایی رو در آبها دیدن. نور طلایی از زیر امواج درخشید و کل اقیانوس رو در یه رنگ جادویی درخشان کرد. اونا میدونستن که این جادوه، اما هیچ کدوم نمیتونستن به عمق واقعی چیزی که، یا بهتر بگیم کسی که از آبها بیرون میاد پی ببرن. پایین، 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 پایین
زیر اقیانوس، کف دریا، جایی که نور از بالا میاد، گاهی روشن میشه، گاهی تاریک. آفرودیته اون پایین زیباترین چیزی رو میدید که وجود داشت. انواع نور و سایه و رنگ مثل تکه های پنبه نرمی که روی نقشه آبی به وجود اومده باشن می درخشیدن. اون به صورت یک جا به وجود اومد، مثل سنگ نزدیک ساحل. مکان تولدش اونجا بود، جایی که از اقیانوس بیرون اومده بود. اون از اورانوس بود، قوی ترین تایتان جهان. قدرت آفرودیته از دست نرفت، چون وقتی از این آبهای اقیانوس به وجود اومد شکلش نفسگیر بود. منحنی‌های بدنش مثل دره‌های پر از درختای میوه بودند و دیدن این گنجینه واقعی دل هر کسی رو که بهش نگاه میکرد پر از آرزو میکرد. اون بدون شک زیباترین موجودی بود که تا حالا پا به زمین گذاشته بود. وقتی که اولین قدمش رو در ساحل طلایی قبرس برداشت، احساس کرد که در نهایت به خونش رسیده. اونم بعد از دوران‌های طولانی گردش در ناشناخته. کوه‌های بلند به آسمون‌های ابری دست می‌زدن. تقریباً میشه گفت اونا رو لمس می‌کردن و درختای زیتون اطرافشون جمع بود. هوا هم تازه بود و هم وحشی. سردی اقیانوس و در عین حال عطر گرم و خونگی آتش‌های چوبی و زیتون‌های فراوون توی خونه‌ها. آفرودیته بوی هوا رو عمیقاً نفس کشید و احساس کرد که با جهان فراوونی که در اون افتاده هر روز آرومتر میشه. آفرودیته الهه بود و مردم میدونستن که اون کیه. الهه عشق و زیبایی. آفرودیته به سمت شهر رفت. زنی در همون نزدیکی بدن برهنه اونو با پارچه‌های ابریشمی پوشوند و اونو به این دنیای تازه معرفی کرد. آفرودیته چیزای زیادی برای دیدن داشت. به عنوان الهه عشق چیزای زیادی برای در آغوش گرفتن و دوست داشتن در این دنیا وجود داشت. گرچه آفرودیته الهه‌ای بود که بدون شک مقدر شده بود در المپ در کنار دیگران بر تخت سلطنت بشینه، اما قصد نداشت به این زودی در زندگیش این کارو انجام بده. برای اول زندگیش تصمیم گرفت که زندگیش رو در این سواحل شگفت‌انگیز و خیره کننده بسازه تا وقتی که معنای واقعی زنده بودن رو پیدا کنه. زندگی اون الهی بود. اون صبح با صدای امواجی که به شنها می‌خوردن بیدار می‌شد. ریتم ثابت امواج بیشتر صبح اونو دوباره به خواب می‌برد. اما گاهی اوقات میتونست مقاومت کنه. چشماشو باز میکرد و به دریایی که پیش روش بود نگاه میکرد. هر صبح این دیدن
نفسگیرتر از قبل بود. چطور خورشید دریا رو به رنگ‌های نارنجی، قرمز و صورتی آراسته میکنه، اونم هر دفعه زیباتر از بار قبل. اون اغلب در تخت نرمش دراز میکشید و به آرومی به آب نگاه میکرد، پر از امید در ذهن و قلبش. هیچ جا نبود که به اون بیشتر از دریا احساس خونه بده. هر روز که میگذشت این احساس بیشتر میشد. بعد از بیدار شدن معمولاً با آرامش کنار لبه آب پیاده روی میکرد و هر مرجانی که پیدا میکرد بر میداشت و تو دستش میچرخوند. با عشق بهش نگاه میکرد. دریا همیشه بهترین هدایا رو به کسانی میداد که صبور و مهربون بودن. گرچه آفرودیته نمیدونست که بزرگترین هدیه‌اش هنوز نیومده و در راهه. بعد از جمع کردن مرجانها به شهر میرفت. ذات و وجود آفرودیته انگار یه صحنه نمایش بود. برای اینکه حواس هر کسی رو که بهش نگاه میکرد پرت نکنه، اغلب موهاشو با پارچه میپوشوند و ظاهرشو تا حد امکان پنهان میکرد، در حالی که هنوز گرمای خورشید رو روی صورتش احساس میکرد. بعضی روزا بهتر از روزای دیگه عمل میکرد، اما حتی وقتی نمیشد مردم شهر با بیشترین مهربونی باهاش رفتار میکردن. اون به بازار محلی میرفت و مواد اولیه‌ای که اون شب برای آشپزی در ساحل میخواست جمع میکرد. مغازه‌دارا اغلب بهش صبحانه یا ناهار رایگان میدادن. اون خودش خدای آشپزی بود، اما در خوردن آشپزی کس دیگه یه چیز جادویی بود. اون میگفت که میتونه عشق و مراقبت رو در هر لقمه‌ای که میخوره احساس کنه. با گذشت زمان آرزوی دوستی براش بیشتر میشد. وقتی عشاقی رو در شهر میدید که به هم توجه میکردن و با هم میخندیدن. اون مشتاق دوستی شده بود. دوستی که اونا داشتن. از اونجایی که از حبابای دریا به وجود اومده بود، کاملا نمیتونست شهری باشه. اما چون هنوز بر تخت نبود، هنوز کاملا الهه هم نبود. اون در بین دو جهان شناور بود و هیچ کسی رو نداشت که این موضوع رو باهاش در میون بذاره. تا اینکه یه صبح در اوایل تابستون مثل هر صبح با دیدن خورشید که از امواج بیرون میاد بیدار شد. اون لبه تخت خوابش نشست و خورشید رو که به آرومی از امواج بالا میاد تماشا کرد. آهسته یه سیب رو گاز زد و طعم تازش رو روی لبها و زبونش احساس کرد. توی این صبح چیز نوید بخش خاصی بود. آفرودیته از جاش بلند شد، خودشو با پارچه ابریشمیش محکمتر پوشوند
و سرمای شب رو که اقیانوس رو گرفته بود هنوز حس می کرد. اینکه چطور پاهای ظریفش در شن فرو می رفتند و نقشه ای از قدم زدنشو از یه سر ساحل تا اون طرف ساحل حک می کردند تماشا کرد. به آرومی هر مرجان زیبایی که می دید بر می داشت. هر کدوم زیباتر و زنده تر از قبلی به نظر می رسید. و بعد یه مرجان عجیب دید. به نظر می رسید که نور آبی و صورتی رنگین کمونی میده و نورش با هر پرتو نور جدیدی که روش میتابه تغییر میکنه. قدماش تندتر شد تا به مرجان برسه و نرمی اونو تو دستاش احساس کنه. اما همینطوری که انگشتاش میخواستن صدف و لمس کنن، یک کس دیگه هم دستشو کشید تا صدف رو بگیره. آفرودیته شوکه شد و تقریبا رو شنا افتاد. اما اون فرد خم شد پایین، دستشو گرفت و با آرامش بهش گفت که نمیذاره بیفته. آفرودیته به بالا نگاه کرد که ببینه این مرد کیه و همون لحظه عشق به دلش افتاد برای اولین بار. مردی جلوش بود که از امواج بیرون می اومد، مثل خدایی که از آبها بیرون میاد. موهای قهوه‌ایش روی صورتش ریخته بود. زیبا بود، هرچند چهرش سبزه بود و لباس سیاه پوشیده بود، اما چشماش آبی تر از دریای اطراف بود. تقریباً مثل این که بخشی از خود دریا بودن. برای یه لحظه آفرودیته نفسش بند اومد. بعد به خودش اومد و تونست از اون مرد تشکر کنه. 2 نفری روی شن نشستن. هر کدوم سعی می‌کردن از شوک بیرون بیان. مرد صدفو برداشت و به دست آفرودیته داد. با لبخند مهربونی گفت فکر میکنم این الان مال توه. آفرودیته تشکر کرد. بعد با خجالت اسمشو پرسید. اون خودشو به اسم نتی معرفی کرد. آفرودیته اسم اونو از شهرهای نزدیک شنیده بود. به نظر می رسید مردم نتی رو دوست داشتن. اما اون مثل یه روز بارونی که برای اومدنش دعا می کنی دست نیافتنی بود. چشماش پر از مهربونی و جادو بود. چیزی که آفرودیته فقط در بازتاب خودش دیده بود. اون به نتی لبخند زد و آروم دستشو در دست اون گذاشت. دستاش بی‌نظیر، نرم و مهربون بودن. مثل سنگایی که با امواج دریا روز به روز صیقل داده شده باشن. قبل از اینکه خودشو معرفی کنه، نتی گفت تو باید آفرودیته باشی، الهه‌ای که از دریا بیرون اومد. اون کلمات رو مثل داستانی که از کودکی شنیده بود گفت. آفرودیته لبخند زد و همون لحظه نتی فهمید که تو درد سر افتاده. زیبایی آفرودیت که قبلاً درخشان و مغناطیسی بود، حالا دیگه قابل اجتناب نبود. مثل ساحل به سمتش کشیده می شد
2 نفری با هم در ساحل پیاده روی کردند و درباره همه چیز حرف زدند. گاهی درباره هوا می گفتند، گاهی درباره زیبایی دریا و اینکه چرا به سمتش جذب می شدند. بعد نتی از آفرودیته پرسید که آیا میخواد به المپ بره و با بقیه خدایان و الهه ها بشینه؟ آفرودیته با لبخند شوخ و تکون دادن شونه‌هاش جواب داد من هنوز دلیلی نمیبینم که به المپ برم. تازه اینجا زیبایی و زندگی‌های زیادی برای کشف وجود داره. شبای زیادی نتی از امواج بیرون می اومد تا آفرودیته و خونه موقتش رو پیدا کنه که کنار آتیش گرم بود. اون دستاشو دور آفرودیته حلقه می کرد و اونو به آرومی تکون می داد تا آروم به خواب بره. هر روز این بخشی از روز بود که ازش بیشترین لذت رو می برد. آفرودیته هم در آغوشش احساس امنیت و قدردانی می کرد. چیزی که تا به حال نداشت. فقط در تماس با اون بود که فهمید تا حالا چقدر تنها بوده و احساس نمی کرد که نتی اونو فقط به خاطر زیبایی بدنش دوست داره، بلکه یه نرمی و طبیعت شاعرانه بود که آفرودیته رو هر روز بیشتر در خودش فرو می برد. اون اغلب درباره چیزایی که در آفرودیته دوستشون داشت صحبت می کرد و به ندرت روی ظاهرش تمرکز می کرد. اون درباره نحوه خندش، علاقش به همه چیزای زیبا، مهربونیش و گاهی شجاعت و قدرتش صحبت می کرد. آفرودیته احساس می کرد توسط نتی دیده میشه، به ویژه در اون ساعتهای طولانی در ساحل. بعد از غروب خورشید و فراتر از آبهای آبی. عشق در طول تابستون رشد کرد. اونا بیشتر صبح‌ها رو در کنار ساحل پیاده روی می کردن. هر صدف زیبایی که پیدا می کردن بر می داشتن تا آفرودیته به خونش بیاره و روی قفسه هاش بذاره. فضایی جادویی ایجاد کنن. اما وقتی نتی آفرودیته رو به خانواده‌اش معرفی کرد، برادرها، خواهراش و حتی پدر و مادرش ازش خوششون نمی اومد. اعتقادات اونا نسبت به خدایان و الهه هایی که بر المپ نشسته بودن منفی بود. قدرت آفرودیته اونا رو می ترسوند و در نتیجه از عشق نتی استقبال نکردند. این برای آفرودیته دردناک بود. اون فقط یه خانواده می‌خواست تا در اون خونه احساس راحتی کنه. بعد از اینکه خانواده نتی همچنان اونو طرد کردن، اون این فکر رو پذیرفت که تقدیرش همینه. اما وقتی زئوس یه روز بهش نزدیک شد، همه چی تغییر کرد. در حالی که آفرودیته در ساحل نشسته بود، سایه زئوس روش افتاد. بلافاصله توانایی خدایی رو حس کرد. اون با مهربونی غیر معمول باهاش صحبت کرد و بهش گفت که اون به کوه المپ و خانواده‌اش در اونجا تعلق داره. اون اله هست و بدون اون همه چیز ناقصه. احساس تعلق برای آفرودیته قوی بود.
ناگهان همه چیز براش روشن شد. اون میخواست به المپ بره تا عشق و پذیرفته شدن رو تجربه کنه. اما وقتی نتی رو دعوت کرد تا باهاش بیاد، واکنشش اصلاً خوب نبود. رویای آفرودیته این بود که اونا با قدرت کنار هم باشن، اما نتی هیچ تمایلی به این نداشت. اون فقط میخواست با خانواده‌اش باشه. آفرودیته بهش وعده داد که هر وقت بخواد میتونه به خانواده‌اش برگرده. اما نتی هیچ تمایلی به رفتن به المپ باهاش نداشت و آفرودیته در عشق شکست خورد. اون اولین عشقش رو پشت سر گذاشت. این درس قوی بود براش، درسی که برای همه عمرش باهاش موند. زندگیش هنوز تموم نشده بود و عشقای زیادی در آینده در انتظارش بودن. در واقع بدون این درس، وقتی برای اولین بار با آرس خدای جنگ برخورد میکرد، انگار آفرودیته خودشو گم میکرد. ورود اون به کوه المپ بدون جدل و شایعات نبود. به عنوان الهه زیبایی خیلی از خدایان بهش حسادت میکردن، اما آفرودیته به اونا توجهی نمیکرد. بعد از طولانی بودن تنهایی، تنها چیزی که واقعاً میخواست دوستی و راحتی کنار خانواده و دوستایی بود که قدرتش رو درک میکردن. المپ زیباترین مکان روی زمین بود. هرچند گاهی آرزوی سواحل گسترده قبرس رو میکرد، اما تو دلش میدونست که المپ جاییه که اون جاشه. درختای میوه‌دار تا جایی که چشم کار میکنه. سد و ساختمون‌هایی از مرمر و طلا که از زمین بیرون اومده بودن. انگار که زمین دور اونا ساخته شده باشه. در المپ آفرودیته عشق دومش رو دید. در جنگ یه روز آفرودیته آرس خدای جنگ رو دید. همون لحظه‌ای که چشماش به اون افتاد، درونش یه چیزی فرو ریخت. نرمشی در وجود این مرد، این خدای جنگ وجود داشت. در حالی که آرس و اروس درباره سلاح‌هاشون همدیگر رو مسخره می‌کردند، آفرودیت همون نزدیکی بود و در حالی که بیخیال از بین یکی از باغ‌های متعدد نزدیک المپ عبور می‌کرد، لبخند می‌زد. وقتی که جنگ بالاخره تموم شد، صدای قدم‌های سنگینی رو شنید که از بین باغ به سمتش می اومد. با نگاهی به سمتش فهمید کیه. پرسید: آیا در جنگ پیروز شدی آرس؟ یا اروس حریف قدری بود؟ این کلماتو بدون اینکه روشو برگردونه و به چشماش نگاه کنه گفت. میتونست بشنوه که آرس پشت سرش ایستاده و بعد با صدای آروم میخنده. انگار غافلگیر شده. از این گذشته خیلیا آفرودیت رو زیبا میدونستن، اما آرس خیلی خوب میدونست که ذهن اون چقدر قویه. نمیتونستم در جنگ با کسی ببازم، اونم وقتی تو تماشا میکنی. اینطور نیست؟ پاسخ اروس قلبشو شدیداً تکون داد. برای خیلیا آرس مغرور، خودخواه و سرد بود. اما فقط وقتی به آفرودیته نگاه میکرد،
اون نقاب فرو می ریخت. 2 نفری در باغ راه می رفتن، سیبا رو از درخت‌ها بر می داشتن و هر کدوم سعی می کرد که بزرگترین سیب رو بگیره. آرس معروف بود که هرگز شکست نمی خوره. اما تو این بازی ساده آفرودیته همیشه بزرگترین سیب رو می گرفت. اون هر بار که برنده می شد با خنده آگاهانه لبخند می زد و آرس فقط با نگاهی عاشقانه و خجالتی می گفت تو خیلی خوششانسی آفرودیته. اونا هر روز در باغ با هم بودن. هرچند آرس همیشه درگیر نبردها و مسئولیتهاش بود، اما بعد از ظهرایی که با آفرودیت در باغ میگذروندن براش از هر چیز دیگه‌ای مهمتر بود. هیچ فرمانی، هیچ جنگی و هیچ وظیفه‌ای نمیتونست جای لبخند اونو براش بگیره. اون از دیدن لبخندش لذت می‌برد. هر بار که می‌خندید یا شکستش می‌داد، گرمای ذهنش رو حس می‌کرد. اونا درباره همه چیز صحبت می‌کردن. آفرودیته راهی داشت که بازش می‌کرد. راهی که هیچ کس دیگه‌ای نداشت. ساعتها کنار هم بودن و روحشونو به هم میسپردن. آفرودیته درباره تنهایی میگفت. از دریایی پر از زرق و برق و اشیایی که هیچ وقت جای عشق و همراهی رو پر نمی کردن. گاهی از آرزوی داشتن خانواده واقعی حرف میزد. جایی که عشق واقعی باشه، نه اشیای درخشان و مجسمه های ساکت. از آرزوش برای نوشتن سرنوشتش با یه خانواده حرف میزد. وقتی درباره مشکلاتش صحبت میکرد، آرس دستشو میگرفت و به آرومی پشت دستشو ماساژ میداد و با درک عمیقی بهش نگاه میکرد. در بین خدایان یونان اون برای شجاعت، خونریزی و قدرت بدنش شناخته میشد. هیچ کدوم از اینا مهم نبود. آفرودیته به قلبش اهمیت میداد، نه به بدن یا ذهنش. آفرودیته هیچ تمایلی به جنگ نداشت و برای همین به نوعی اون آرامش دیده نشده در آرس رو هم بیرون میکشید. آفرودیته و آرس زیر درخت مورد علاقه‌شون زیر آفتاب میخوابیدن. گاهی اوقات اون بیخیال موهای آفرودیت رو میبافت. دیدن این نرمی در اون آفرودیته رو ذوق میکرد و هر روز بیشتر بهش عشق می‌ورزید. اینجا آرس میتونست خود واقعیشو نشون بده، نه نسخه‌ای که برای رضایت خدایان ساخته شده بود. جنگ تا حالا تنها خونش بود، اما بعد از ظهرای آروم با آفرودیته زیر درختای سیب خیلی شیرین تر بودن. روزهای زیادی آرس گونه هاشو میبوسید و با موهاش بازی میکرد. انگشتاشو در حلقه های نرم موهاش میذاشت در حالی که درباره شعر صحبت میکردن. آفرودیته به هنر علاقه داشت که آرس هرگز نداشت، اما گوش دادن به شعری که از لبهای اون میومد برای اولین بار آرس رو به هنر علاقه‌مند کرد. در کوه المپ
ازدواج هایی که بر پایه عشق باشند بسیار نادر بودند. بیشتر خدایان به دلایل قدرت یا جایگاه به هم پیوند می‌خوردند، نه از سر عشق. اما بین آفرودیته و آرس عشق واقعی شکل گرفت. اونا هر روز در باغ قدم می‌زدند، با هم می‌خندیدند و لحظه‌های ساده و صمیمی رو می‌گذروندند. آرس برای اولین بار چیزی فراتر از جنگ پیدا کرده بود و آفرودیته کسی رو پیدا کرده بود که زیبایی رو در روحش میدید، نه فقط در ظاهرش. حتی در بین چشمای حسود و حرفای تند و تیز خدایان دیگه. اونا دنیای کوچیکی از شادی و همراهی برای خودشون ساخته بودن، جایی که هیچ جنگ و قضاوتی در کار نبود جز نگاه‌های عاشقانه. اونا به هم پیوند خورده بودن و این زیبا بود. امیدوارم از این داستان خواب لذت برده باشی و شبی آروم رو برات آورده باشم. شایدم الان تو خواب 7 پادشاهی. تا یه داستان خواب دیگه خوابای خوش ببینی.